بر یگانه رفیقتان، بر یگانه پیشوایتان، بر یگانه دوستتان، بر یگانه قهرمانتان، بر یگانه سربلندتان، بر یگانه سرفرازتان، نه تنها که شما خدمت نکردین جفا کردین، یگانه فرزندشان در نیمه های راه در تاریکی گذاشتین. امیل ازم معامله میکنین، امیل ازم سابوتاژ میکنین، امیل ازم علیشان استاد هستین، امیل ازم کوشش میکنین. یک جوان 32 33 ساله و 35 ساله در عمق ناهنجاری های سیاسی که اصلا راه خود گم باید بکنن، راه خود گم بکنن. آیا خط قهرمان ملی تعریف شمی بود؟ آیا خط جناب استاد شهید همی بود؟ آیا خط مولانا عبدالرحمن سیدخیلی خط شمی بود؟ آیا خط جناب آقای داوود همی بود؟ آیا خط بزرگان دیگه که امروز که شما نکتایی شخ بسته میکنین میگردین، قسم به نام پروردگار زحمات از ایناست، خون از ایناست، خون از اینا. شما سرمایه‌ات شما نیستی، سرمایه های معنوی ریختاندن خون این مردای بزرگوار است که اینا خون ریختاندن. من میگم بسیار شرم است، بسیار خجالت باید بکشین، شرم باید بکنین. در یک گوشه در انزوا برین که شما رویتان کسی دیگه باید نبینه. شما چون به یگانه رفیق سربلندتان که پیشوایتان بود به خاطرتان شمشیر زد، شما استادگی و استوار نبودین، شما جفا کردین. شما به من جوانی که نمیشناسین چه خواب کردین؟ من که بیخی از شما دور هستم، هزار جوان دیگه که دور است از شما. به رفیقتان وفا نکردین، به خطتان، به آموزش و پرورشتان، به تکیهگاهتان شما نتونستین وفا بکنین. نسل نو، این نسل نو، این آرمان ها را این نسل نو بلند میکنه، این مکاتب این نسل نو آبیاری میکنه، این دیدگاه ها را این نسل نو ان شاء الله که سایقل میگیره میزنه جلا میکشش. و من مطمئن هستم که این خط هیچ وقت دیدی نداره که ما را دور بکنه. این خط ما را وصل میکنه به افتخار، این خط ما را وصل میکنه به سربلندی، این خط ما را وصل میکنه به یگانه سرزمینی که ما امروز خیلی در انزوا قرار داریم و ناراحت شدیم. شما به خاطر بدبخت شدین، خدا در کمرتان زد که خط اشتباه کردین، جفا کردین، ناراحت شدین، در بدر شدین. امروز از خانواده‌تان دور هستین، امروز از اطفالتان دور هستین. امروز پیام میکنید اینمی خط مقدس است. هر دهان کج، ولو هر کسی باشی، هر چیزی باشی، هر دیدی باشی، این یک انچ پای این طرفی طرف در قبال حجت معامله میکنی، قسم به نام خدا هست که خون قهرمانا را از شما پرسان میکنیم. یک کس باید جواب بده که اینا چطور از بین رفتن. این مسائل هنوز جوانای سربلند تاجیک هنوز نمیفهمه، این هنوز مردم نمیفهمه، این هنوز تعداد از مردم آگاهی نداره که چی گذشته. همان قدر که اگر شیونیسم فاشیست علیه ما استاد شد، شما بردگان بیش و شیونیسم قومی نبودین. شما هم همون یک سکه در روی هستین. اون طرف اگر اونا با ما این مشکلات داشتن، این طرف شما هم در شهادت و در برهم زدن خطوط مشخص قرمز تاجیکان متاسفانه سهم و دستای بسیار فعال داشتین. بازی های بسیار بلند را بازی کردین که امروزم با جناب آقای کرزی صاحب که زنگ میزنه چپنشون هنوز یک آستین چپنش در جانش نیست، تو میخیزی استاد میشی، سه دفعه استاد میشی. بزرگوار عزیزم، یا آستین شده پوشیده تو سه دفعه استاد میشی بر چپک. شرم نیست که آقای برادر آقای کرزی بیاید 10 دانی شما را در یک جا قرار بده و سر شما حکم بکنه؟ این شرم نیست؟ شما غیرت ندارین، شما همت ندارین، شما مرد نیستین، شما ساختار نداشتین، شما سربلندی را نمیفهمین. آیا شما در مسیر بی راهها گام نگذاشتین؟ بدون شک شما گام گذاشته بودین، اما هیچ وقت آموزش را که باید در قلبتان تسخیر بکنه متاسفانه ندیدین.